سلام، خیلی خوش اومدین. توی این قسمت میخوام راجع به Active Listening و Passive Listening صحبت بکنم. موضوعی که خیلی از زبان آموزها باهاش درگیر هستن اینه که چرا زبان انگلیسی ما پیشرفت نمیکنه، یا اینکه من خیلی لغت بلدم ولی وقتی میخوام استفاده بکنم اصلا این لغت ها نمیاد توی اسپیکینگم و کلی چالش هایی که واقعا بعد از یک تایمی زبان آموزهای ما رو دل سرد میکنه. امروز میخوام بهتون بگم که چی باعث شده که زبان انگلیسی شما توی یک سطحی قفل بشه و دیگه پیشرفت نکنه، یا زبان انگلیسی شما زیبا نیست، قشنگ نیست. یعنی شما وقتی میخوای صحبت بکنی خیلی استراگل میکنی، یعنی برات سخت مکس میکنی، خیلی فکر میکنی. خب این آزاردهنده است، هم برای شما هم برای لیسنر، کسی که داره به شما گوش میده. وقتی که شما داری با یک نفر صحبت میکنی و نیاز داری برای ساختن هر جمله 10 ثانیه 15 ثانیه فکر کنی، قاعدتا اون آدمی که داره به شما گوش میده خسته میشه. این یه واقعیته، نمیتونیم انکارش بکنیم. یا شما مکس نداری ولی اینقدر اسپیکینگ فارسیه و تلفظ اشتباهه که اونم باز از یک جهتی میتونه کسل کننده باشه و زیبا نباشه. مقوله اکتیو لیسنینگ و پسیو لیسنینگ میخواد به شما کمک بکنه که این اتفاق نیفته. یعنی شما متوسطی هستی که انگلیسی زیباست. اوکی؟ بریم ببینیم چیه این تمرین. شما هر روز که از خواب بیدار میشی به عنوان یک لرنر زبان انگلیسی، ببینید شما ممکنه کلاس زبان بری، الان ممکنه کلاس خصوصی داشته باشی، ممکنه کلاس عمومی داشته باشی، ممکنه یک دوره آفلاین مثل دوره اسلو پادکست رو مثلا داری میخونی، مطالعه میکنی، پشتیبان داری، یا هر چیز دیگه ای. اصلا فرض کن کلاس نمیری ولی لرنری. فرق بین یک لرنر و کسی که لرنر زبان انگلیسی نیست اینه که لرنر هر روز یک کاری برای زبان انجام میده، حتی خیلی کوچیک. اون شخص لرنر محسوب میشه بچه‌ها. ولی کسی که نه، هیچ کاری برای زبان انگلیسیش انجام نمیده، لرنر نیست. پس شما اینکه من میگم شما لرنر هستی حتما necessarily، یعنی حتما نباید کلاس بری که لرنر باشی. همین که به زبان علاقه داشته باشی و هر روز یک کاری برای زبان انگلیسی انجام بدی یعنی شما لرنر هستی. اوکی؟ خب بریم سراغ این داستان اکتیو و پسیو لیسنینگ. ببین، هر روز صبح لرنرها گوش بدن. هر روز صبح که از خواب بیدار میشی شما در وهله اول باید پسیو لیسنینگ رو داشته باشی. مثلا من میگم 4 ساعت، میگم 5 ساعت، میگم 6 ساعت، میگم 7 ساعت. بعد این همین الان شما رو شوک میکنه. 7 ساعت لیسنینگ گوش بدم؟ من سر کار میرم، دانشگاه میرم و پسیو لیسنینگ باید داشته باشی. یعنی چی پسیو لیسنینگ؟ یعنی شما مثل یک فردی که توی خارج از کشور انگلیسی زبان زندگی میکنه، باید بدون اینکه تصمیم خاصی بگیری باید انگلیسی بره وارد گوشت بشه. کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن، تو انگلیس زندگی میکنن، توی کانادا زندگی میکنن، صبح بیدار میشه بره نون بگیره، چه میدونم، بره پیاده روی، بره سگش رو ببره بیرون، تو خیابون داره راه میره، 2 نفر حرف میزنن، تلویزیون روشن میکنه، انگلیسیه، دوستش انگلیسیه، سرکاری. اونو ما نداریم. اون شخص پسیو لیسنینگ داره ولی ما توی ایران نداریم. من صبح از خواب بیدار میشم همه چیز دور من فارسیه. بنابراین من باید این فضا رو برای خودم بسازم با فضای پسیو لیسنینگ. خب حالا چرا 4 ساعت، چرا 5 ساعت؟ شما توی تمام مسیرهای رفت و اومدت به یه جایی، مثلا سر کار رفت و برگشت، مثلا دانشگاه رفت برگشت، مثلا توی خونه موقع غذا درست کردن، موقع تمیز کردن اتاقت، موقع کاری که تمرکز لازم نداره، خب شما باید با هدفون، ایرپاد، حالا هر چیزی که برات مقدوره، یا اصلا بعضی اذیت میشن همینطوری گوشیت کنار دستت باشه، باید بذاری یک فایل طولانی پلی بشه. حالا اگه طولانی باشه چرا؟ چون هر بار نخوای عوضش بکنی. مثلا من امروز 1 ساعت پسیو لیسنینگ داشتم و 1 ساعت پسیو لیسنینگ هم یک پادکست 1 ساعت و 6 دقیقه‌ای بود و کامل گوش دادم. تو اون 1 ساعت تمیز کردم خونه رو، لباس تا کردم، یه سری کارهای مدلی انجام دادم. 1 ساعت و 6 دقیقه یه پادکست رو تموم کردم. پسیو لیسنینگ. هیچ کاری لازم نیست انجام بدی. اینکه یه لغتی، من وسوسه می‌شدم امروز، میگفتم این چه اصطلاح، به خودم اجازه نمیدادم برم و اصطلاح رو یادداشت بکنم، دفتر بردارم، سرچ بکنم. اصلاً حق این که به خودم یه جمله‌شم بنویسم ندادم، چون نمیخواستم درگیرش بشم. پسیو لیسنینگ. ببین چقدر دارم میگم، دارم بهت میگم پسیو لیسنینگ چیه. و
چه تأثیری میذاره پسیو لیسنینگ؟ تأثیرش اینه که تو لغت‌هایی که توی کتابا داری میخونی، توی آموزش داری میبینی، آموزشی که داری مثل لغت داره. حالا توی پسیو لیسنینگ اینا مدام به گوشت میخوره، اکسپوژر تو رو میبره بالا و بعدن که تو میخوای حرف بزنی کم کم طولانی مدت تأثیر میذاره روی اسپیکینگ شما. اصلا بی‌نظیره. این همون داستان اینه که میگن یک نفر بره خارج از کشور انگلیسی رو بهتر یاد میگیره. کسی که در محیط باشه ها، نه کسی که میره خارج از کشور تو خونه است همش. اونو نمیگم. کسی که تو محیطه. این همون محیطه بچه‌ها. حالا یه سریا فکر میکنن این تنها تمرین لیسنینگشونه، یعنی فقط اینو تمرین میکنه و خوشحاله و میگه من دارم لیسنینگ تمرین میکنم، امروز 2 ساعت پادکست گوش دادم، 6 ساعت این کارو کردم، 2 ساعت. It's not enough. کافی نیست. پسیو لیسنینگ واقعیت اینه که چون راحته، هممون دوستش داریم و انجامش میدیم. بعد پادکست های مورد علاقه‌مون رو گوش میدیم، فیلم، سریال، همشون پسیو لیسنینگ هم بچه‌ها. مثلا من یه عالمه فیلم و سریال میبینم و خوشحالم، من فیلمی ام، من سریالی ام. تمرینش پسیو لیسنینگ. شما برای اینکه پله ها رو بیایی بالا باید اکتیو لیسنینگ داشته باشی. پسیو لیسنینگ اوکی، تاثیر داره، ما اصلا تاثیرش رو نمیخوایم انکار بکنیم. من اولش هم با این شروع کردم، ولی چیزی که باعث تغییر میشه، تغییر چشمگیر، اکتیو لیسنینگ. اکتیو لیسنینگ یعنی چی؟ یعنی تو یک فایل رو انتخاب میکنی که کوتاهه یا یه بخش کوتاهی از یک فایل بلند. It's up to you. اوکی؟ و اون قسمت رو باید 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر نباشه. گوش میدی، اگر کلمه‌ای داشته باشه که بلدش نباشی و این بلد نبودن باعث بشه نتونی تکرار بکنی، بعد سرچ بکنی. کلماتش رو پیدا میکنی و هر کاری که لازمه انجام میدی که بفهمی اون 1 دقیقه تمام کلماتش و جمله‌هاش رو درک بکنی. بعد باید تکرار کنی. دان. گوش میدی، تکرار. گوش میدی، تکرار. گوش میدی، تکرار. اینو دارم واسه همه کسایی میگم که شلوغن. یعنی تو خونه حوصله نداری، دارم راحت ترین تمرین اکتیو لیسنینگ رو میگم. خیلی تمرین های دیگه داره، ولی راحت ترینش اینه که گوش بدی، تکرار کنی. اگر تایم داشته باشی و بخوای تمرین بی‌نظیر اکتیو لیسنینگ داشته باشی، یعنی بخوای از تکرار هم باز یه کار بهتر که نه، یعنی یه کاری قبل از تکرار انجام بدی، ترانسکریپشنه. یعنی باید متن رو با گوش دادن بنویسی اول، بعد بری سراغ تکرار کردن. ولی من اونو حذف کردم که خیلی اینو سخت جلوه ندم، یعنی یه سنگ بزرگ نباشه که میگن سنگ بزرگ نشونه نزدنه. شما مثلا بگی ول کن، با من حوصله ندارم، وقت ندارم. میگم ایتس فاین. کاری که من انجام میدم، البته که من ترانسکریپشن قبلا خیلی انجام دادم، ولی من یه نمونه از اکتیو لیسنینگ و پسیو لیسنینگ هم بهتون نشون میدم. امروز یه فایل گوش دادم که 1 ساعت و 6 دقیقه بود. پسیو لیسنینگ تکرار نمی‌کردم، فقط گوش میدادم. خب حالا توی توی اینستاگرامم توی قسمت سیو تمرین های اکتیو لیسنینگ دارم، چون پست ها، ریل های اینستاگرام همشون کوتاهن، خیلی تمرینای خوب میشن برای اکتیو لیسنینگ. مثلا این فایل خیلی فایل سختی بود، ولی من تمرین کردم. When you grow up in New York, you grow up boxed in. And like you wear your personality as, you know, you wear your personality as your armor, as your slave. گوش میدادم و تکرار. گوش میدادم و تکرار. اینو جدیده. اینو خیلی خوب قبلا تمرین کرده بودم، برای 1 سال پیشه، ولی دوباره دیدمش سیوش کردم. Truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people usually don't talk like that. ببین اینو کامل تمرین کردم. I know people usually don't talk like that. I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that. I know people usually don't talk like that. I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis. دیگه حالا اسما رو میگه. اوکی. این تمرین میشه تمرین اکتیو، یعنی تو یک فایلی رو کاملا میتونی همزمان، حتی دیگه انقدر جمله به جمله تکرار کردی که دیگه میتونی همزمان باهاش تکرار بکنی. چه اتفاقی میفته وقتی من اکتیو لیسنینگ تمرین میکنم؟ پرونانسیشن هم پیشرفت میکنه، اینتونیشن هم، سرعت اسپیکینگ هم تغییر میکنه و خیلی اتفاقات خفن دیگه که مطمئنم خودتون
کم کم متوجهش میشین. هر جفت اینا رو باید داشته باشیم. تایمش گفتم از 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت. برای من امروز صادقانه 1 ساعت و 6 دقیقه بود. یعنی میتونه کمتر هم باشه. ولی واقعا الان توی مسیر شرایطی که الان داریم، حالا یه شرایط میزونی نیست، خیلی سخته برام، چون من خیلی پسیو لیسنینگ گوش میدادم. الان بیشتر راستش رو بهتون بگم مثلا 1 ساعت 2 ساعت گوش میدم دیگه خسته میشم. ولی در حالت عادی اگه باشه 4 5 ساعت میشه گوش داد واقعا. تایم اکتیو لیسنینگ از 10 دقیقه میتونه باشه تا 1 ساعت. بیشتر نباید باشه. چرا بیشتر نباید باشه؟ چون خستت میکنه و مهم روزانه بودنشه. تایمش مهم نیست. یعنی امروز 5 ساعت تمرین کنی فکر کنی اتفاقی میفته؟ نه عزیزم. اصلا. اینکه تو 6 ماه انجامش بدی مهمه. 6 ماه 10 دقیقه هر روز بهتر از 1 ماه مثلا روزی 6 ساعته. واقعیت اینه. چون it takes time. چون تایم لازم داره. مقدارش 10 دقیقه 1 ربع باشه. من هر روز دارم اینو 10 دقیقه 1 ربع. ولی طولانی مدت. روی لحنتون خیلی تاثیر میذاره. مرسی که گوش دادین. اگر لیسنینگ رو هر جفتش رو تمرین بکنید مطمئن باشین که اتفاقات خیلی خفنی میفته. هم برای لیسنینگ و هم برای سپیکینگتون. مراقب خودتون باشین. Take care. See you soon.